و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال این است که کسی که تا 40 ساله نماز نخونده است بعد از به 40 ساله در آمدن نمازش قضا میخواند یا نمیخواند؟ عقیده اهل سنت و الجماعت این است که هر کسی که نماز ترک کرده است این در حالت بینمازیش کافر است. گرچند که نماز اقرار میکند، میگوید که نماز 5 وقت فرض است، من باید خونم، لیکن نمیخواند. بعضیش از سبب تنبلی، بعضیش میگوید که پیرتر شوم میخونم. در همه حالت کافر است. وقتی که بعد از 40 سالگی است، بعد از 50 سالگی است، توبه کرد، مسلمان شد، به نماز در آمد، قضاگی این همه 20 سال و 30 سالش خوندن شرط نیست، چرا که التوبه یجوب ما قبلها، توبه و اسلام پیش از خودش بوده گناه ها را همیشه نابود میکند. ما چرا میگیم که نماز قضاگی شرط نیست؟ برای اینکه در اون وقت مسلمان نبود، از همین جهت قضاگی نمیخواند. اما وقتی که مسلمان شد شرط نه که در حالت مسلمان نبودنش قضاگی خواند. بارک الله فیکم.